من یه تازه عروسم. برای چی بپوشم که هم عروس باشم هم خیلی عروس نشم؟ بیا تا بهت 4 تا استایل جذاب پیشنهاد بدم. برای استایل اول ترکیب یه شلوار واید لگ سفید، کت نچرال کرم، کمربند و کیف عسلی و مینی اسکارف استایل شما رو فوق‌العاده شیک، با کلاس و عروس نشون میده. استایل دوم که دیگه ترندی ترین ترکیب ساله، یعنی ترکیب قهوه‌ای موکا و صورتی. من یه بلیزر سفیدم بهش اضافه کردم که اینجوری هم شیک‌تر بشه هم عروس‌تر. یکی از آیتم هایی که به شما و بقیه حس خانومانه رو منتقل میکنه دامن هست و چی بهتر از ترکیب دامن سفید و پیراهن آبی روشن که استایل زنده، بهاری و خوشگل هست. و استایل چهارم، اگر مانتو یا شلواری که استفاده میکنید توش رنگای دیگه به کار رفته، برای تلفیق باش و جلوه دادن از رنگای همون استفاده کنید و در کل ترکیب سفید در کنار این توناژ رنگی سبز فوق